سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز قراره بدوارز بازی کنیم، اما با چالش این که هر بار که بمیریم یه دکمه‌مون حذف میشه. من قرعه کشی میکنم، مینویسم که وسط بازی هی مجبور نشیم بیایم اینجا. وای، اولی اسپیسه، واقعا سخته. خب ما اسپیس رو حذف میکنیم. بعدی دی آی ای، بله دکمه ای. ای هم حذف کن، ای رو حذف کن. خب بریم سراغ بعدی. شیف یا دی دکمه دی تیرم حذف میکنیم. بعدی خب ببینید کدوم میشه. خدا رو شکر تمیم دابلیو اس رو داریم، میتونیم بیجیش بزنیم. دابلیو حرکت نمیتونیم بکنیم. و ببینیم شیفت و اس. بله شیفت، من اینجا بنویسم و آخری هم که اس دیگه. خب بچه ها به نظر داخل چیز سس کنیم، داخل پرکتیس که بیشتر مچ پلی بدیم. خب الان که فعلا همه چی میتونیم استفاده کنیم. داشت من میخوام نمیرم، هیچ وجه نباید بمیریم. ایوا مردیم. خب الان اسپیس نداریم. چیکار کنیم؟ وای چجوری دارم از اسپیس استفاده نکنم آخه؟ جامپ زدم. اوکی ببخشید. بلاک ندار. داشت من جامپ ندارم. بعد نکن. آی ببین اسمش که پیروزی غیر چیزه، غیر قابله. قابلش کنید. نصف خوبه شد. داداش من اگه بلاکت نکرد. اوی به نظر بریم همون چه دکمه های مهمی هم حذف کردیم. واقعا الان یه دونش حذف بشه خیلی بدبخت میشیم. تنها کار که میتونیم کنیم که سریع راش بریم. یارو سریع یا لابد مقدار دفاع کردن. آهان بنازم. داشت رو خدا دیسی بده. من ببینم حتی الان اسپیس ندارم. خب سری بک میریم. یارو هم لابد داره میاد. وای HP 7 غلطی. تنها کار که میتونیم فایر بخریم سریع. تاکسیک باز در میاریم، کار میکنیم.
بترسه که بیاد رو بریج. ما که آیرن سورد هم داریم و ای وای وای بابا دن سرویس تو که میخواستی بمیری اسپیس ما رو چرا گرفتی؟ اوکی خب اسپیس الان نداریم. ای وای الان ای هم نداریم. هولی شت باید نوب بریز بزنیم با این وضعیت. واقعا خیلی سخته چالشی که برداشتم. امیدوارم دارم حمایت بشیم. خب بریم برای رد سریع. خب اینا بده رد. خب حاجی داریم پاره میشیم. بره خودمون نمیاریم. خب بلاک دیگه ببخشین تاکسیک ماکسیکی بازی در آوردم دیگه مجبوریم. وای چه بوده اینجا؟ چرا بله اونو نزده واقعا؟ خب این میره شارپلس اینا میگیره. ما هم کاری نمیم. بدبختی اولش هم اسپیس بود. خب زنده ایم. حالا تو بیا ما میزنیم. خب بازم نتونستیم. برارم جامپ زدم ولی خوب نداره. بیفایده بود. بابا بازم جامپ زدم. باید حذف کنم کلا. خب برمیگردیم اینجا. بابا سید دهنه. خب ما لدر هم گرفتیم. الان با لدر میتونیم اینجا رو بریم بالا. وایس بابا خب ما دیگه نمیدونم واقعا باید چیکار کنیم. اینم لیبلاشون همه بالاست. من واقعا راهی ندارم. من با سورد چوبی میخوای چجوری بزنم دارش. بیر بابا زدم. پشمام چجوری زدم اینو با سورد چوبی نمیدونم. و آره دیگه الان دکمه نداریم در اصل. بله دیگه چیکار کنیم دیگه. خب بچه‌ها این بود از این ویدیو. امیدوارم لذت برده باشین. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.